با شرافت صاحب استقلالی کشور و سیاست سازنده و آبادکارانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، بنیاد انشاءات‌های مختلف سمت‌های اقتصادی اجتماعی و کار و خدمت رسانی راه اندازی گردیده، طی مرحله کوتاه تاریخی تاجیکستان به یک دولت آباد و رشد کرده تبدیل یافت و این روند با سرعت ادامه دارد. امروز یگان نفر نه از داخل و نه از خارج کشور چنین بنیادکاری، آبادانی و دگرگونی‌های کلی جامعه را انکار کرده نمی‌تواند، زیرا چنین پیشروی‌ها زیر نظر همگان قرار دارد. سال از سال سیمای شهرهای صنعتی با بنیاد بناهای بلند آشانی استقامتی، کارگاه‌های مختلف استحصالی، انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون و کبودزارکنی بسیار جالب و زیبا می‌گردد. مثلا در شهر استرافشان که یکی از منطقه‌های رشد کرده صنعتی به حساب می‌رود، با سرچشمه‌های مختلف مبلغ گذاری که به آن صاحب کاران، شخصانی سخاوت پیشه و اهالی فرا گرفته شدند، تا به امروز بنیاد بسیار انشاءات‌های کار و خدمت رسانی به اتمام رسانیده شده. این حال کارهای ساختمانی در انشاءات‌های باقی مانده با سرعت ادامه دارد. بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی از زمان در شهر استرافشان 990 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون خواجگی خلق به نقشه گرفته شده. تا امروز 738 عدد آنها با استفاده از تمام معیار قاعده‌های معماری صنعتی بلند معماری شهرسازی بهره‌برداری قرار داده شد. این انشاءات‌ها باقی مانده را نیز در مهلت کوتاه‌ترین با جلب صاحبکارهای محلی و با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان نیز با تمام معیار قاعده‌های معماری و شهرسازی برای سریع وقت استفاده دادن کوشش و خرج می‌دهیم. باید تذکر داد که کارهای بنیادکاری و آبادانی به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی در همین شهر و دهات با مرام ادامه دارد و این امکان می‌دهد که سیمای شهرها باز هم پرتراوت‌تر و دهات کشور به یک مکان آباد و زیبا تبدیل یابند.